به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و چنل یوتیوب فعال میرساده نخستین چینل آموزشی برنامه‌های کامپیوتری و برنامه‌نویسی موبایل در سطح افغانستان و جهان به لسان خوش آمدید. در ویدیوی فعلی در مورد دانلود کردن فایل از اینترنت بحث میکنیم. دوستا، زمانی که ما میخوایم از اینترنت دانلود کنیم، ما میتونیم به طریقه ساده و آسان بدون از اینکه از کدام سافتور مخصوص دانلود استفاده کنیم، بسیار ساده و آسان از گوگل به راحتی میتونیم که دانلود کنیم. خب یکی کار چه قسم انجام میتیم؟ میریم عملی کار میکنیم. دوستا، زمانی که شما میخواین که کدام سافتور را از اینترنت دانلود کنین، شما از براوزر کامپیوترتان میرین، گوگل را باز میکنین و در گوگل نشته میکنین فری نشته میکنین. دوستا، فری بخاطر از این ما نشته میکنیم که ما سافتور را میخوایم به صورت رایگان دانلود کنیم. اگر ما فری نشته نکنیم، سافتور را بر ما میاره که ما باید در مقابل دانلود از او پول پرداخت کنیم. بعد از فری کلمه دانلود نشته میکنیم. دانلود نشته میکنین دوستا، و بعد از دانلود نام اونمو سافتور را که شما میخواین دانلود کنین اینستال کنین. از قبل بر ما خود گوگل بعضی پیشنهادها را بر ما نشان میده. البته سافتورها یا فایلایی را که ما اخیراً سرچ کردیم و خواستیم که دانلود کنیم با ما لیست میکنه که برای انگابی به ما نشانی کرده. و بعضی از سافتورهایی هستن دوستا که بسیار معروف هستن و مردم بیشتر و بیشتر بخاطر دانلود استفاده میکنن. اینجا برای ما به شکل پیشنهادی میره. اگر کدام از اینا را ما میخوایم فقط بالاش کلیک میکنیم و اگر نخواستیم نام اون سافتوری که میخوایم ما دانلود کنیم را نوشته میکنیم. به طور مثال ما میخوایم که زاپیا را بخاطر کامپیوتر دانلود کنیم. دوستا، بعد از اینکه من نشته کردم فری دانلود زاپیا، خب شما هر برنامه‌ای را که بخواید مثل آفیس، پرمیر، فتوشاپ، شما برنامه‌های مختلف را میتونید دانلود کنید، افتر افکت، هر برنامه‌ای را که خواسته باشید. بعد از اینکه من نام امو سافتور را نشته کردم، باید مشخص کنم که من این برنامه را به خاطر چی میخوایم اینستال کنم. آیا به خاطر موبایل میخوایم؟ آیا به خاطر لپتاپ میخوایم؟ آیا من از ویندوز 10 استفاده میکنم، ویندوز 7 استفاده میکنم، یا هم از لینکس استفاده میکنم؟ پس این قسمت من نشته میکنم for Windows 10، برای ویندوز 10. وقتی که ما نوشته کردیم انتر میکنیم دوستا، ببینید نمونه‌های مختلف زاپیا رو بر ما پیشنهاد کرده. در قدم خاص خود سایت izappia.com هست. شما از هر کدام از اینا که خواسته باشین اینستال کرده میتونین و هر کدام از اینا مخصوص نوعیت خاص خود را داره. و اگر مثلا شما در قسمت پایین میبینید گفته زاپیا دانلود فور فری ویندوز 10 7 8 64 بیت و 32 بیت، یعنی حتی نوعیتش هم بر شما مشخص کرده و گفته که با این سافتور هم استفاده میشه. پس من میره کلیک میکنم دوستا، یا میشه از آیکن اول استفاده کنیم. هر کدومش رو شما وقتی کلیک میکنین معلومات مختصر در موردش به شما داده میشه و شما از اون معلوماتی که ارائه شده میتونین مشخص کنین. دوستا، این قسمت بر ما گفته شده که مثلا share file from your Android device, iOS یا Windows PC. شما برای اندروید میخواین دانلود کنین، برای iOS آیفون میخواین دانلود کنین، یا برای PC کامپیوتر میخواین دانلود کنین. ما از این قسمت گزینه سوم انتخاب میکنم، بالای دانلود ناو کلیک میکنم. دوستا، زمانی که شما یک سافتور را دانلود میکنین، در هر وبسایتی که شما مراجعه میکنین نوعیت دانلود فرق میکنه، آپشن های دانلود فرق میکنه. فقط مرحله اولش که شما در گوگل میرین نشته میکنین فری دانلود، بعدش نام و نام سافتور را شما میتین و بعد از اینکه نام و سافتور را شما دادین دوستا، نوعیتش مشخص میکنین، او بر شما خودش وبسایت بعدی را باز میکنه و در وبسایت بعدی شما میتونید که از اون قسمت کار کنید. مثلا اگر من برم از این قسمت در وبسایت در این قسمت صفحه بعدی را باز کنم، سایت softfamous.com، وقتی که باز کنم ببینید که نوعیت اینستالیشن یا دانلود کردن فایل ها فرق میکنه. در این قسمت برای ما گزینه فری دانلود است. شما از هر نوع وبسایتی که استفاده میکنین به خاطر دانلود ببینید که در کجا دانلود نوشته است، بالای زو کلیک میکنین و قبل از دانلود دوستا اینجا براتون مکمل معلومات ارائه کرده که برای کدام ویندوز مثلا استفاده میشه، ویندوز XP 7 8 و دانلود 30 دی تریل ناو، یعنی برای 30 روز ما میتونیم که رایگان استفاده کنیم، بالا از باید که خریداری شوه. خب ما بالای فری دانلود کلیک میکنم دوستا و از این قسمت بازم صفحه بعدی هست و بر ما گفته شده که our user gave top ratings و بعضی معلومات های شما این را بخونید. از این قسمت بالای دانلود کلیک میکنیم دوستا. همین که بالای دانلود ما کلیک کردیم منتظر میمانیم که دانلودینگ استارت شود. باز هم برای ما یک صفحه بعدی گفته شما اینی مارایل باید در نظر بگیرید
keep an eye on all systems best fit for small. مکمل معرفی خود می زاب یاستک. یک قسمت بالای فری دانلود شما کلیک میکنین. بعد از اینکه کلیک کردیم گفته thanks for downloading، تشکر از دانلود کردن، و اینجا بر ما گفته که دانلودینگ استارت میشه و ما میبینیم که در این قسمت آیکن دانلود ظاهر شده. بر ما میگه که مقدار 644 MB است و از این قسمت مقدار سرعت هم بر ما نشان میده و اندازه یا سرعت اینستالیشن دوستا برمیگرده به سرعت اینترنت شما که شما از چه نوع اینترنت استفاده میکنین. با هر اندازه که میزان اینترنت شما بلند باشه به همون اندازه شما میتونین که یک اپلیکیشن یا سافتور با کمترین وقت اینستال کنین. دوستا کدام مراحل دیگه نداره، اینجا فقط بر ما گفته شماره یک باید دانلود کنین، شماره دو باید کل اینستال کنین و میبینیم که فعلا در حال دانلودینگ است و از این قسمت کامپیوتر بر ما تایم هم استیمیت میکنه یا تخمین میزنه که حداقل چقدر وقت را در بر میگیره دوستا، چون یه وقت زیاد را در بر میگیره، حداقل در حدود 20 یا 25 دقیقه را در بر میگیره که منتظر ماندن به این وقت زیاد را میگیره و ویدیو بر شما خسته کن نشه. از این قسمت به بعد دوستا دیگه کدام کار نیست. وقتی که دانلودینگ به صفر رسید شما میین در قسمت مای کامپیوترتان و در فولدر دانلودز در این قسمت دوستا هر سافتوری را که شما دانلود میکنین اینجا ستاپش میاد. این بود طریقه اینستالیشن فایل ها. امیدوار هستم که از دیدنش لذت برده باشین و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک کنین و همچنان ویدیوهای ما را با دوستانتان شیر کنین تا اونا هم بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور صحتمند و در پناه الله متعال باشین.